بعضی جاها فقط یک نقطه ساده روی نقشه نیستند. از بالا که نگاه میکنی انگار یک راز قدیمی هنوز خیلی آروم اون پایین خوابیده. تخت سلیمان یکی از همون جاهاست، جایی که اسمش آشناست، عکسش همه جا هست، اما داستان واقعیش هیچ وقت کامل گفته نشده. قرنها آدم‌ها از کنارش رد شدن، توقف نکردن، بدون این که بدونن این دریاچه فقط یک آب جمع شده نیست. میگن اینجا زمانی آتشی میسوخت که فقط روشنایی نبود، آتشی که قدرت، ایمان و ترس دورش جمع میشد. اسمش آذرگشنست بود، آتش سلطنتی، آتشی که هر کسی اجازه نداشت بهش نزدیک بشه، چه برسه لمسش کنه. ولی هیچ آتشی خودش از خودش محافظت نمیکنه. پشت این شعله ها آدم هایی ایستاده بودند که دیده نمی شدند، اما همیشه حضور داشتند. نگهبان هایی بدون عنوان، بدون سنگ قبر، بدون اسم روی کتاب ها. کارشون فقط مراقبت نبود، اونا باید از اون راز محافظت می کردند. وقتی حمله شروع شد، وقتی دیوارها دوام نیاورد، وقتی همه چیز داشت از دست می رفت، یک تصمیم سخت گرفته شد. تصمیمی که هیچ کس نباید ازش خبردار می شد. بعضی چیزها رو نمیشه نجات داد، نه با جنگ نه با دعا، ولی میشه اونها رو از چشم دنیا پنهون کرد. میگن همون شب چیزی آروم به زیر آب رفت، نه برای نابود شدن، نه برای دفن شدن، برای اینکه زمان پیداش نکنه. خیلیا گفتن آتش خاموش شد، اما اونایی که نزدیک بودن چیز دیگه ای دیدن. چون بعضی چیزها ناپدید نمیشن، فقط از دسترس خارج میشن. اینجا داستان تموم نمیشه، فقط تازه داره خودشو نشون میده. اگه خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادت نره، تو قسمت بعدی میبینمت.